اگه تو هم دلت این مدل موی قشنگو میخواد با من همراه باش. اول با تقسیم بندی شروع میکنیم. جلوی موهامو به 2 قسمت تقسیم کردم و بستم و بعد باقی موهامو 3 قسمت کردم. پشت موها رفت واسه خودش و بغلای موهام باز دوباره 2 قسمت شد. حالا اون قسمت پایینی باقی مونده رو دوباره 2 قسمت کردم و بابلیسو به سمت پایین گرفتم و موهامو پیچوندم. حواستون باشه اون انبر بابلیسو نمیخواد باز نگه داری. ردیف بالایی هم دقیقاً همینجوری پیچوندم و گذاشتم کنار. حالا برای کناره های موهام باید موها به سمت بیرون پیچونده بشه که توی صورت نیاد و جلوه بهتری داشته باشه و پف خیلی خوبی بهمون بده. کناره های موها هم پیچوندم و جلو سر رو نگه داشتم. برای اینکه مطمئن بشین فرتون حالت گرفته تا عدد 30 بشمارین. جلوی موهامو همه رو دادم جلو و طبق تصویر ببینین یه حالت خاصی باید بپیچونین جلو موهاتونو. پشت موها هم باید بیارین سمت جلوی سرتون و باز مثل قسمت جلویی بپیچونید. قانون شمارش عدد 30 رو برای تمامی قسمت‌های موهاتون رعایت کنید. برای اینکه فر موهام با دوام تر بشه چند دقیقه میذارم خنک بشه و بعد یه تافت حسابی میزنم. حالا فر روی سرمو با انگوش نوکشو میگیرم و تاب موهامو باز میکنم. دیگه به روی سرم کاری ندارم. حالا دستامو به حالت چنگالی به زیر موهام میبرم و فرشو باز میکنم. دقیقاً همین باز کردن موها رو برای اون طرف سرم هم انجام میدم. ببین چقدر خوش مدل شد. اینم نمای پشتی موهام. اگه دوستش داشتی بهم بگو.